آقا بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو دم لابی وایسادم یه دقیقه با اینا لاس زدم و اینا 2 تا آبم برای من آوردن. اون عینک دوستم بود زده بودم، کوچیک بود برای من. آره این عینک خودمه. دارم میرم آجی، روز آفتابی بسیار زیبا. منم ترتمیز داره، کلا رو در آوردم انداختم بغل، کلم میخوام هوا بخوره زره. دارم با این رویزه میرم سر کار، بدم بشورنش هلوش 12:30 برگردم خونه، دوستم رو بردارم و سامیا رو بردارم با 2 تا از کارمندا رو که بریم اونجا دیگه شروع کنیم قایق مایقا رو وا کنیم و بشوریمشون. آره خودم باید کار بکنم دیگه آجی، خودم باید کار بکنم چون باید دیپ کلینینگ کنیم، یعنی خیلی تمیز. برادر You don't need it, brother. but if I need it, I'll let you know. Of course, brother. If you need me to do anything, come to me. I don't want anything from you. Just be blessed and happy. That's all I want. Amen. Amen. Be here every Saturday, okay? Okay. Usually I go from that side, but today I don't know. Accidentally I come from this side. Oh, okay. Yeah. But I got you, brother. Okay. All right. Have a great weekend. Whatever. Yeah. بهش گفتم من مسیر من هر روز اونوریه، نمیدونم چرا امروز اینوری اومدم. حق حسابش رو بهش میدادم دیگه. آره. حالا دیگه همین دیگه. گفتم آره با دیپ کلینینگ یعنی تمیز خیلی خوب، چون 6-7 ماه خاموش بوده. آره ولی یادم اون باتری فیوز پشتش رو قطع کرده بودم که باتریاش نخوابه. 2 تا باتری دادم. آره. دیگه همین دیگه. همه چی ردیف و ترتمیز شسته رفته زندگی دیگه. داشتم عرض میکردم زندگی ترتمیز شسته رفته حاجی، دیگه بهتر از این من فکر نکنم برای من بتونه رقم بخوره. حالا من باید چیکار کنم؟ باید انسان باشم همین احساس تو زندگی شما بیارم. یعنی واقعا اگه نیارم آیسان دهنت گاییدم. یعنی میخوای باور بکن میخوای نکن. یعنی اگه مردم هم کاری نکنم من خودم دهنت میگم آیسی. نه خیالت راحت. اوکی پس بذار آب بخورم. حالا تا میخوایم آب بخوریم کسگیر چرا قرمز شد سبز شد. تیپ داری دست دراز علی دایی دیگه. آره دست دراز شیاخه کسخل. یه موزیک بذارم. هوس آهنگ آقای داریوش اقبالی رو کردم. در 2 روز عمر کوتاه سخت جانی کردم، با همه نامهربانان مهربان. مدای اهل بیت باشه پسر قدیر صدا رو درگه میکنه. مدها 90%شون بازن، حتی اونایی که مجردن رو من میگم. آره اهل مشروب زیاد نیستن ولی نشه بازی رو دوست دارن، صدا رو درگه میکنه دیگه. من فکر نکنم آجی، حالا میگم همه رو نمیگم، خوب و بد همه جا هست. حتی بد کنی که یارو فضا بازه دیگه. آقا کسی که ببخشید توپ میکنه میره میخونه احساس میده مردم گریه میکنن دیگه جادوگر همونه دیگه. کدوم خواننده میتونه آقا بخونه هم خودتون رو کتک بزنین هم گریه کنین؟ شادمهر عقیلی نمیتونه، ابی نمیتونه، گوگوش نمیتونه، مایکل جکسون نمیتونه، جاستین بیبر نمیتونه، والله نمیتونه، ولی آهنگران میتونه. نبی چی بود اسمش؟ حاجی من خدا شاهده آدم چرت و پرتگویی نیستم ولی یه لحظه فکر بکنین خواننده های این دولت میتونن یه کاری بکنن که با خوندنشون من و تو هم خودمون رو کتک بزنیم هم گریه بکنیم. این فقط خواننده هاشونن. خب دیگه حساب کن دیگه، حساب کن. حاجی بد مخمسه ایه. یعنی واقعا این سرنوشت من گاییدم. دوبارای وجودت پسر قدیر آیسی اوقاب. آره دیگه داداش. نه این یه دونشون بود قدیم، من یه میسم اسلامی فامیل ما بود. این هم با ما عرق قدیم میخورد بعد فرداش میرفت مدایی میکرد. الان 2 تا بچه دوقلو داره دیگه هیچ کاری نمیکنه. آره
بعد این تو چلنده رو اینا مدایی میکرد، بعد میبردمش به زور تهران خونه خودم، مشروب میخوردیم و اینا حاجی، 20 لیتری میذاشتیم وسط، 10 لیتر رو میخوردیم، 20 لیتر بالا میآوردیم کار. آره اون موقع و من بازی میکردم و اینا، این زیاد اهلش نبود. آره بعد برای من مدایی میکرد، میگفتم بخون برای من، اون میخون برای من، دیدیم چه آهنگی میخون، یادم حاجی این صحبت 15 16 سال پیشه. آقا گندم بریز برام، به خدا کفترت میشم. حاجی این میخون باورت نمیشه، من میتونستم نیمچه رو بکشم در خودم خط بندازم، انقدر احساساتی میشدم. به این جاده سلامت قسم. آرم رویز ببین، ای شیر بچه، هی 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 آهن فروش باشه پدرش رویز داره برای پسرش خریده باشه، شیرمرد. آقا به این موضوعی که گفتم یه بار دیگه فکر بکنین که تمام این خواننده هایی که میلیاردی در دنیا پول در میارن، چه تو ایران چه خارج، هر چقدر سواد موسیقی دور میفاسولاسی رو داشته باشی، کسی به تخمش حساب نمیکنه. صحیحه. میدونی چرا؟ دوباره گفتم قدرت دست طرفه. میگه حسین حسین حسین. آقا من احترام میذارم به عقاید تمام مردم، خب بعد حاجی آدم خودشو میزنه، دست انسان نیست حاجی، یه شمی از وجود انسان میزنه بیرون، اصلا کسخل میشه آدم. حاجی من دیدم کتک میزنن خودشونو برادر، یارو غمه تو کلش میزنه، صدای پخی غم، خایه آدم جفت میشه. همین چیزای کوچیک شما توجه بکنید میفهمین که ما در مخمسه بزرگی گیر کردیم. خانه کش حاجی دنبال یه دونه از اینا میگردم، عروسک عاشق این ماشینم. بچه های سفارت عربستان آمدن. این لنگروزا تو ایران خیلی زیاده حاجی. بابا یه ماشینایی تو اکسپلورر میبینم پشمام میریزه حاجی، 200 ای کوپل سفید، پشم ریزان، پیکانای باحال نو، نمیدونم لنکروز، پاترول. حاجی رضا گلزار یه پاترول، آقای رضای گلزار یه پاترول خریده بود از نمیدونم کجا، تو اکسپلور دیدم حاجی، نو پاترول 2 در. حاجی من عاشق اون ماشینم، دنده‌ای ها پاترول داشتم. آقا عکس پاترول منو کسی داره بفرسته. 20 سال پیش پاترول مشکی داشتم، لاستیک پهنه. جان من اگه کسی داره عکس پاترول منو بفرسته، میخوام بذارم عکسشو. آره قربانت. آره آقا علی دایی رسید سر کار دیگه، با من فعلا کاری ندارین، من برم سر کار، یه 3-4 ساعت کار مفید بکنم، ماشینم بشوره و بعدم بیام و حرکت کنیم بزنیم به سمت اونور. آره برای شما استوری میذارم دیگه الان میشه خانوادگی دیگه آشپزی و تمیزکاری و دیگه اونجا هستیم دیگه. آره الان دیگه 4-5 ساعت استوری نمیذارم، اون قبلی ها پاک بشه که جدیدا رو بچه ها کنیم پیش. قربونت نوکرتم، خداحافظ.